بار نخست در تاجیکستان پرداخت غیر نقدی حق راهگیران در همه گونه اتوبوس‌های زیبا و زمانوی معاصر تجربه کرده شد و این تجربه ثمر خوب هم آورد. امروز اکثریت ما توسط کارت‌های پلاستیکی حق راهگیرای خود را در همه گونه اتوبوس‌ها پرداخت می‌کنیم و همین اتوبوس‌های زیبا و معاصر در تاجیکستان استحصال می‌شود. برای استحصال همین گونه اتوبوس زیبا متخصصان تاجیک سهم خیلی زیاد دارند و بار فکر کرده اید که چگونه استحصال می شود؟ برای یک اتوبوس استحصال شدن کدام مرحله ها پس سر می شود؟ دوستان عزیز اومدیم که در برنامه میگویند که مرحله استحصال شدن همین گونه اتوبوس های زیبا و زمانوی را به شما نشان دهیم. می رویم. میگویند که سرول اشیاء خام به کارخانه وارد میگردد. پس از این اشیاء خام را به نقطه استحصالات میبرند. حالا میرویم به خط استحصال قسم‌های پروفیل. برای آشنایی پیدا کردن ما را نعمت الله واسیف، اسیستنت مأمور تکنیکی کارخانه اکی اوستا اتوماتیو اینداستری همراهی میکند. اچکار میبیند در آراهای پروفیل بوری آماده کرده شده به خط استحصالات روان کرده میشن. یعنی در اینجا همین قسمت‌ها رو شکل میدین؟ میبرن همون رسم‌های معین است در کدام قسمت اتوبوس چقدر پروفیل میرود از روی اندازه و شکلاشون بریده آماده کرده به خط استحصالی روان میکنه. سعید خورشید در دستگاه شکل‌دهی پروفیل ها کار میکند. او در این سمت یکی از متخصصان بهترین به حساب میرود. خورشید میگوید طرز کار کردن با این دستگاه را در روسیه آموخته است و خیلی خوب از عهده کارش میبراید. با طریق همین دستگاه پروفیل راست رو با همین شکل ترتیب میدهیم. چگونه طرز کار کردنش، مثلا رویه کار کردنش از چه شروع می شود؟ اینجا برنامه مخصوص دارد؟ بله برنامه مخصوص دارد. با طریق روشنی کار کردنش اتومات با طریق دست طریق اتومات بود. یعنی از اینجا مثلا طرز کار کردنش و شکل رو از اینجا شما معین میکنید؟ از اینجا معین میکنیم. یک تا لازم است، دو تا لازم است، چند تا لازم باشد در اینجا رقم خود رو میگذاریم. اپارات خط کردن میدهد. از دستگاهی پروفیل بوری در اونجا سر می شود. پروفیل ها رو بریده با قسمتی با اندازه معین یک تا لازم دو تا میبریم. دستگاه قطع کننده است در اونجا، اینجا است دو نمود دستگاه است. بعد اونجا با دستگاه دیگر پروفیل ها رو با طریق درجه میگیم بریده میمونیم. در اونجا چند تا لازم است. هر یک پروفیل رقم خود رو دارد. رقم خود رو میمونیم و در اونجا پیشنهاد میکنیم. هر یک کافیرگر از روی رقم پروفیل خود رو میواد. تشکر خورشید. حالا ما با نعمت الله به قسمت دیگر میرویم. به اون نقطه‌ای که کفشرگران پروفیل ها رو با هم نصب نموده قسم اتوبوس را شکل میدهند. کفشرگران ما از این قسمت 10 قسمتی بگیم شاسی اتوبوس همون نقلیات آماده میشه. بله هم قالبایی که هستن قالبای مخصوص میباشن. در این قالب‌ها فیکسورها قسمت‌های شاسی از همین طرف قسمت‌های شاسی از همین 10 قسمت استحصال میشه حاصل میشه. بعد من بعد به خطا رفته در عموم شاسی عموم است جمع شده یک شاسی تمام رو استحصال میکنه. شاسی بله. بله. هر یک قسمت هر یک گروه یک کارهای معین خودشون دارن. بعضی قالب‌ها هستن که از اون قالب‌ها دو سه قسمت یک جای شده یک قسمت کلان رو تشکیل میکنه. یعنی کدام قسمت شاسی همین طرف که دیده هستم قسمت شاسی قسمت‌های شاسی بگین از 10 قسمت عبارت از شاسی. بدلو ارتیق کفشرگر است. او میگوید قسمت بالای اتوبوس رو کفشرگری میکنم که خیلی کاری نازک و جالب است. ارتیق از روی نقشه پیشنهاد شده کار میکند. توسط این نقشه آنها کار خود را با صفت و دقیق انجام میدهند. قسم بالای اتوبوس که در اینجا کفشرگری کرده میشود
аз профилҳои бисёр ва аз брикетҳо истифода бурда мешавад. یعنی شما وظیفه شما از پیوست کردن همین پروفیل ها به هم است. بله. چی مرحله ها دارد برای مثلا این کار کردن؟ مثلا چه نزدیکی ها دارد همین کار شما؟ یا اصلا برای کردن که برای که مستحکم شدنش برای که ما مسافر میکشونیم برای خلق کار میکنیم که مستحکم باشد به خطری تامین باشد. اینجا دستگاه دیگری هست که در آن ورقه‌های آهنین را در شکل‌های مخصوص بریده به قسمت استحصالات روان می‌کنند. این متخصصانی که با دستگاه کار می‌کنند جای تحصیل کردن اون من طرز استفاده بردن همین دستگاه را از کجا آموختن؟ اون متخصصای ترک که بدن همین بچه‌های ما را تعلیم دادن چیز گذاشتن از تعلیم گذاشتن همین طرز استفاده برای طرز درست استفاده برای همین تجربه‌ها میدونن. دوستان عزیز چگونه ای که در مرحله اول شاهد شدید برای ساختن شکل اتوبوس کفشگران در آنجا با کارهای کفشگری مشغول میشوند و همین گونه قسمت‌های بالا پایان و دیگر قسمت‌های اتوبوس رو میسازند و اینجا برای شکل دادن اتوبوس همین گونه دستگاه هست. تمام قسمت‌ها رو در اینجا جمع میکنند و همین دستگاه اتوبوس رو شکل میدهد. یعنی استخوان اتوبوس در همین جا ساخته می شود و چنانچه که میبینید همین گونه همین خلپ ها همین شکل ها در همین دستگاه ساخته شده است. واقعا هم عجیب است و همین شکل رو همین خلپ رو متخصصان تاجیک متخصصانی که در همین جا کار میکنن به همین حالت ترتیب دادن و واقعا هم احسن میگویم به کارشون. حالا میگذاریم به نقطه دیگر. همون ورقه های آهنی که در اونجا شکل میدادن و قسمون میپریدن مثلا شکلشون رو عوض میکردن در همین جا استفاده میشود. بله در همین قسمت کفش اونها انجام می‌یابند از سبب که در پلی‌ها در بعضی منطقه‌ها کفش کردن اینها ناخواه است همین روند در همین قسمت انجام میشه. یعنی در اونجا خلاب رو میسازن اینجا آورده کفش می‌کنن. بله. فقط قسمت‌های پایان است. بعضی قسمت‌ها مثلا چه می‌بینید شاسی پایان است در قسمت بالا هستن قسمت جایی که تجهیزات الکترونی نصب میشوند در آن قسمت‌ها استفاده می‌شوند. در این روند همچنین قالب اتوبوس را ساخته می‌کنند تا اینکه رنگ مالیده شده خوب به آهن بچسبد. در نقطه دیگر متخصصان به رویپوش کردن قسم‌های اتوبوس مشغول می‌شوند و باید گفت که هر نقطه متخصصی خود را دارد. قسمت‌های بام، قسم پیش و عقب، روی چپ و راست و فرش را ما نصب می‌کنیم. این قالب است. بله، قالب فرش است. با کدام محصولات شما رویپوش می‌کنید؟ با تخته؟ بله، با تخته این DSP 12 میلیمتر نصب میکنیم. پیش از نصب کردن فرش رو توضیح میکنیم با گرمتی مخصوص کیمیایی رگونی نصب میکنیم و بعد روپوش کرده. بفرمایید در مرحله رو به من نشون بدید. بله میتونم. از مرحله است که با قالب رای میکنن یکی دیتیل رو تیار کرده استفاده میکنن. میبرن این قالب رو؟ بله میبرن، تیار میکنن و وقتی برده کنن در این اتوبوس نصب میکنن. نصب سر میکنن از پیش مونده
ارتش مونده سر میکنم قسمتی فرش بله چند درصدی کار به پایان رسیده اینجا 90% کار ما انجام کرده هستیم از در این حال ما با تازگی و تازه کردن ما این موجودهای کیمیایی که باید درست کنن اون رو سوخته میکنه بله سوخته میکنیم و تازه وای میکنیم وقتی که این رو هم تازه کردیم باید با شروع میکنیم با گازهای بیرونه قسمت بیرونه رو پر کرده بله حالا که قسمت داخلی یک 90% پورا شد بله قسمت های بندوبست دیگر چی ماندگی است به فکر این وظیفه دیگر دیگر است بله بعد از این قسمت های روی پوش شده در نقطه مخصوص رنگ و بار می شود برای رنگ و بار کردنی از باکس ها استفاده بوده در اینجا کارگرها برای تیار کردنی از شپکلوفکا و برای شپکلوفکا نجده کردن تیار کردن می شود که در باکس وقتی که کراسکا کردیم این رو در مدت 1 ساعت قاق می شود 1 ساعت از بلوش کاغذ میمونه کاغذ این برای مختم کردن یعنی کراسکا گرد چنگ نشینه وقتی که علاقه تیار است تیار رو چند وقت رو میگیره زمین پروسس کاری 12 ساعت برای یک اتوبوس تیار کردن چند نفر کار میکنه 12 نفر 12 نفر برای یک اتوبوس رنگ و بار کردن با قسمت ها جدا شدگی های مقصد قسمت یک برای شپکلوفکا و نجده کردن اتوبوس قسمت دو برای تیار کردن دیتال ها قسمت سه برای رنگ زدن اتوبوس و قسمت 4 برای تگ اتوبوس رو برای انتیکور زدن از کدام دستگاه استفاده می‌برید؟ چگونه دستگاه تکنیکی برای دستگاه تکنیکی مقصد برای شلیفوشنی آپارات واز دقتی تمام از پلیزاتری استفاده بردنش از کجا آموخته؟ طرز تجربه چی آموختنش رو از خارج تجربه آموزی کرده اینجا اومده کار و در کدام دولت رفته تجربه آموخته؟ در ترکیه یعنی کارخانه اتیاویس در مدت 40 روز و نهایت می رویم به قسمت بند و بست بند بست و 8 قسمت تقسیم می شود. قسمت اول زونای اول بگیم نصب لینولیوم و دیگر لینولیوم و دیگر مواد ایزولیاسیونی در قسمت محرک دیگر قسمت ها شما ایزولیاسیون هم نصب کرده میشن برای صدا نگذاشتن. خب بند بست دوم در کجاست میگیرد؟ قسمت دوم بیشتر تجهیزات الکتریکی، خطهای هوایی که در کارهای ترمزن سیستم استفاده میشن در قسمت دوم نصب میشن. سفروف کامران متخصص در سمت نصب کردن آینه ها است. او هنگام صحبت از نازکی و روند کار خود به ما قصه کرد. روند کاری از تازه‌کنی خود پروفیل هایی که جایی که وصل می شود آینه ها از اینجا چی می شود سر می شود و بعد از تازه‌کنی چند محلول هست کیمیایی که ما اونها رو همچون ابرابات کلمه روسی میگن ابرابات میکنیم همش رو هم آینه رو هم جایی که چسبانده می شود و همون محصولات هایی که استفاده می شوند در مابین تازه‌کنی و هم وصل و مثال قفیشش همه چیزای شویتساریا می باشند. مقصد از اروپا آمده است. بله همین در کاری ما از همه چیزی اساسی و مثال کلانش همین آینه پیشی شفیار چی می باشد؟ راننده می باشد. حجمش چند قدر است تقریبا؟ حجم این تقریبا 2.55 باید براید 2.55 باید براید و این هم مثل آینه های برق شیشیده می شود
وصل کرده می شود رنگ کلی از داری همه قسمت دشوار همینجا است. وزنش تقریبا 80-90 کیلو ممکن باشد. برای برداشتن و تقریبا. گذاشتن اینجا برداشتن مخصوص تکنیکایی داریم که این رو مثال میبردارد نه به خطر میبردارد به آدم نمیشود این کار. مثال باز از درون دو کس اینجا رو نگاه میکند که جای خودش دا باشد، دو کس از بیرون در کار است. بعد در همین حالت برداشتن هوای چیز آینه چی میشود؟ در حال مانده میشود. مثلا برای 8 متر. کردن یک اتوبوس 8 متر چند قدر وقت صرف میشود؟ وقت فقط شیشهش رو گیریم یک روز وقتی کاری می رود و دو کارگری که متخصص است الان این کار رو میتوند، نه اینکه مثال آدمی مثال آموزش گرفته ایستاده است، خیلی آدم نه آدمی که میتوند یک روزی کاری همه همین رو بعد دو نفر میتوند که به اتمام رساند. همین طور از مرحله به مرحله از قسم به قسم در رسیدیم به نهایت کار. میگویند که بعد از پورا ساخته شدن اتوبوس دوره سنجشی آن شروع می شود. متخصص باید تمام قسمت های اتوبوس را از سنجش گذراند که آیا آن کار میکند و یا نه. نظارت تکنیکی، نظارت نهایی روشن میکنیم. خب تمام قسمتش اینجا دستگاه نوارگیری تمام قسمت برای راننده میبیند که مثلا مسافران در چه حالت قرار دارند، چی میخواهند. اینجا همش در همین داخل مثلا نصب کرده شد. در واقع خیلی جالب بود. اتوبوس نیز از سنجش گذشت. حالا در اینجا نقشه و برنامه‌های زیادی به راه مانده شده است. مسئولین نقشه دارند که استحصال نسل دیگر اتوبوس‌ها را به راه مانند. دوستان عزیز، یک خوشخبر دیگر در شهر دوشنبه در پایتخت عزیزمان اتوبوس‌های دو آشانه برای مردم خدمت می‌کردند و نسل دیگری همین گونه اتوبوس‌ها به نزدیکی در جاده‌های شهر برای مردم خدمت خواهد کرد و این نسل برترتش از اون است که در فصل گرما، در فصل تابستان سقفش باز می شود و همین گونه ساکنان شهر دوشنبه با یک حلاوت خاصه، با یک فرح خاصه در همین گونه اتوبوس‌ها حرکت میکنند و واقعا هم باعث افتخار است. کارخانه مذکور از سال 2018 این جانب فعالیتش را شروع نموده در یک سال اقتدار استحصال 250-300 اتوبوس را دارد. با تشبث بی‌واسطه محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی جهت از نوسازی پارک تکنیکی پایتخت از آغاز فعالیت از جانب مقامات اجرایی دولتی حکومت شهر دوشنبه تا به امروز 400 عدد اتوبوس های داخلی شهری 12 متر 8 متر و اتوبوس های دو آشانه خریداری گشته. از جانب شرکت باشد همه این اتوبوس ها بند و بست استحصال و با استفاده کارخانه وادی نقلیاتی سپرده شد که امروز ها با حضور خود سیما و نمود شهر دوشنبه را دیگر نموده کار و فعالیت دارند.
автобусҳои мазкур бо стандартҳои экологии Евро 5 муҷаҳҳаз буда тамоми муҳаррики автобусҳои мазкур бо аз ширкати Mercedes Benz мебошад ва ҳамаи он қисмҳои эҳтиётии васл насбшаванда бо кафолати махсус ва сифати баланд аз ширкатҳои бо нуфузи аврупоӣ ва туркӣ харидорӣ шуда насб мегарданд. фаъолияти корхона бо мақсади қонъӣ намудани талаботи бозори дохила бо маҳсулоти истеҳсол намуда ва содироти он ба мамлакатҳои минтақа мебошад. вобаста ба содирот ҳол чӣ нақшаҳо рӯи даст доред? чале ки маълум аст, мо дар тӯли фаъолияти худ тавонистем ки дар қатори дигар ширкатҳои бо нуфузи дунё дар намоишгоҳи якчанд намоишгоҳи байналмилалӣ иштирок намоем. аз он ҷумла бори аввал соли 2019 дар ҷумҳурии Қазоқистон баҳс бурд, соли 2020 дар намоишгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, 2021 як бора дар се намоишгоҳ инам бошад ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Туркменистон ва ҷумҳурии Узбекистон дар намоишгоҳи байналмилалӣ тавонистем ки маҳсулоти ватаниро муаррифӣ намоем ва айни замон ҷиҳати содирот бо ин мамлакатҳои номбаршуда гуфтушунид ва ҳамкорӣ дар самти содирот ҷонок гарда истодааст. барои тоза нигоҳ доштани фазои шаҳри Душанбе корхонаи мазкур истеҳсоли электробусҳоро ба нақша гирифтааст ки он аз барқ қувва мегирад. дар асоси дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ва бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати таъмин намудани талаботи бозори дохила ва содироти он тасмим гирифта шуд ки намудҳои нави автобусҳои замонавӣ аз он ҷумла троллейбуси замонавӣ бо муҳаррики худрави 40 километр инчунин автобуси пурра электрикӣ ки то 300 километр қувваи худрави ҳаракат дорад. ҳамзамон як адад автобуси бо гази табиӣ истеҳсол ва пешкаш намудем. инам бошад барои содирот пешбинӣ шудааст ва ния дорем айни ҳол ва чӣ хеле мебинед айни ҳол ин автобусҳо дар Тоҷикистон вуҷуд доранд, дар ҳолати озмоиш қарор доранд ва ния дорем ки давоми соли ҷорӣ истеҳсоли силсилавии онҳоро ба роҳ монем ва содиротро низ дар баробари истеҳсол содиротро низ пурра кунем. хуб ҳозир метавонед ба мо муаррифӣ кунед аз ин автобусҳое ки гуфтед дар боло кадомаш кадом нав аст? бале айни ҳол автобусе ки аввал мебинем, автобуси аввал ки мебинем ин автобуси номи техникии автобус Акия CNG, яъне номи техникии пурра ин бо гази табиӣ мебошад. автобус бо дарозии 12 метр ва ғунҷоиши 98 метр барои 98 нафар мусофир пешбинӣ шудааст. дар як гӯем пур кардани чӣ мегӯянд қувва метавонад то 350 километр ҳаракат кунад. автобуси мазкур Акия LF EV, яъне ки Акия автобуси бо дарозии 12 метр ва пурра электрикӣ мебошад. аз ҷиҳати экология ҳам бошад, агар 100% тоза гӯем хато намекунем. автобус бо тамоми таҷҳизоту муҳаррику мутаҳаррикҳои замонавӣ насб шудааст. инчунин ин автобус барои 98 нафар мусофир пешбинӣ шудааст. дар як пур кардани қувваи батарея гӯем агар то 300 километр метавонад ки дар шаҳр ҳаракат намояд. автобусҳо дар ҳолати санҷиш қарор доранд? бале айни ҳол ино дар ҳолати озмоишии санҷишӣ қарор доранд. баъде аз озмоиш гузаштан мо иштирок мекунем дар тендерҳои шаҳрӣ ва берун аз шаҳрӣ дар кишварҳои хориҷа
و آماده میگیریم با استحصال سلسلوی اونها. الکترا ترولبوس نام دارد. این میگویم یکی از ترولبوس های زمانوی می باشد که اما این تجهیزات قسم های احتیاطی با تجهیزات های زمانوی نصب کرده شده است. برتریتش چی است؟ برتریت نظر بر دیگر ترولبوس هایی که در جهان است گویم خطا نمیکنیم اینکه قوه خودرو این به 40 کیلومتر برابر است. یعنی در حالت نبودن قوه برق، در حالت یگان صدمه شدن میتوند که با قوه خود با قوه بطریایی که نصب شده است 40 کیلومتر حرکت کند و البته که از جهت اکولوژی تازه می باشد و برای مملکت هایی که مثال از جهت استحصال قوه برق بوی می باشد بسیار مخصوصا برای تاجیکستان. بله، مخصوصا برای تاجیکستان بسیار قلای می باشد. از این نوع اتوبوس مذکور که از میبینیم اکیا ال نام دارد. این باشد اتوبوس بین شهری با گنجایش 35 نفر برای مسافران پیش بینی شده است. اتوبوس مذکور اصلا میتواند که بین شهری گفتنمون تا 1000 کیلومتر، یعنی میتونیم با 1000 خط سیری دوشنبه تشکند، دوشنبه الماتا، دوشنبه بیشکک این نمود اتوبوس رو استفاده بریم. چی برتری دارن؟ برتریت اینها در براحتی این اتوبوس ها می باشد و از جهت هم اکولوژی چون که محرک مرسدس بنز با استانداردهای اکولوژی یورو 5 نصب شده است و اینچنین از لحاظ کم خرجی، از لحاظی که اتوبوس خود اتوبوس سبک می باشد، از این لحاظ با کم خرج شدن سوزشواری مساعدت میکنه. میگویند که کارخانه مذکور مشترک بوده شرکت تاجیکستان و ترکیه به شمار می رود. در واقع این همه پیشروی و رشدی با سرعت صنعت کشور از آینده درخشان دولت ما درک می دهد که یکی از نمونه های آن را به شما نشان دادیم.